مراقبه مرکز انرژی دوم یا چاکرای خاجی. مراقبه‌ای که تقدیمتون میشه مراقبه مرکز انرژی دوم یا چاکرای خاجی هست. این مرکز انرژی جایی در قسمت پایین شکم زیر ناف قرار داره و با عنصر آب مرتبط هست. از این جهت نماد جریان و تغییر و تحول و نقش مهمی در تنظیم احساسات، خلاقیت و لذت‌های زمینی زندگی داره. داشتن ثبات احساسی و روابط دوستانه و عاشقانه نشان تعادل در این مرکز و کمبود انگیزه، خلاقیت، اختلال در روابط و صمیمیت و ناراحتی‌های جسمی از قبیل مشکلات گوارشی، مفصلی، ناراحتی‌های قسمت لگن و ناباروری از علائم عدم تعادل در این چاکراست. رنگ نارنجی که نماد شور و شوق و خلاقیته به تقویت جریان انرژی در این چاکرا کمک کرده و احساسات عاطفی رو تقویت میکنه. شاید ندونید که این چاکرا با رابطه جنسی ارتباط داره و به عنوان مرکز احساسات و لذت‌های حسی بر تجربیات جنسی و روابط عاطفی اثر میگذاره. فعالیت‌هایی که به تعادل یا باز شدن این چاکرا کمک میکنه یوگا، مدیتیشن، ماساژ درمانی، سنگ درمانی، رایحه درمانی و کارهایی از این قبیل هست. تکنیک تنفسی که برای مراقبه این مرکز انرژی استفاده میشه تکنیک تنفسی دکتر دیسپنزا هست. برای این منظور حتماً اپیزود راهنمای مراقبه و توضیحات مربوط به تکنیک تنفسی رو گوش بدین و توصیه من به شما اینه که مخصوصاً برای بار اول از مراقبه چاکرای ریشه شروع کنید. جای دنج و آرومی رو انتخاب کن. لباس راحت و آزادی رو ترجیحاً به رنگ روشن به تن کن. از نشیمنگاه نرمی برای کمی بالاتر قرار گرفتن ناحیه لگن و ستون فقرات استفاده کن. اگر مشکلات مفصلی در ناحیه زانو و کمر داری، ترجیحاً از صندلی استفاده کن. در غیر این صورت، تشک مناسبی رو زیر قسمت لگن روی زمین قرار بده و به حالت چهارزانو یا چهارزانوی باز و در صورتی که توانش رو داری به حالت لوتوس بنشین. پلک هاتو روی هم بگذار. ستون فقرات عمود به زمین، اما در این حال بدن به هیچ عنوان انقباضی نداشته باشه. از نوک انگشتان پا شروع کن. اعضای بدن رو آروم کن در حدی که در هیچ قسمتی گرفتگی یا فشار وجود نداشته باشه. حتی فک بالا و پایین کاملا آزاد باشه و همینطور پلک ها بدون هیچ فشاری روی هم قرار بگیره. از اینجا 5 تنفس عمیق شکمی انجام میدی و بعد میری سراغ تکنیک تنفسی اصلی. با یک دم عمیق هوا رو به ریه ها وارد کن، اما به قسمت حفره شکمی یعنی زیر قسمت دیافراگم منتقل کن. دوستان اصلاً وسواس نداشته باشین. این 5 تنفس اولی حالتی هست که تقریباً همتون به طور طبیعی باهاش آشنایی دارین. پس با کلمات من دچار سردرگمی یا احیانا اینکه تنفسی رو درست انجام نمیدین نداشته باشین. با دم عمیق هوا رو با 4 شماره به حفره شکمی وارد کن. 7 شماره حبس نفس.
و با 8 شماره از راه بینی بازدم. مجدد با دم عمیق هوا وارد حفره شکمی میشه. مکس و بازدم طولانی. به همین ترتیب با 3 دم و بازدم دیگه ادامه بده. حالا از اینجا میریم که 5 دم و بازدم با تکنیک دیسپنزا انجام بدیم. با یک دم خیلی عمیق هوا رو از راهنه فرضی بالا بکش. در حالی که شکم، زیر شکم و بالای شکم رو منقبض کردی، هوا رو هدایت کن به سمت بالای سر، اما انقباض شکم و لگن رو حفظ کن. حالا حبس نفس در حدود 5 تا 10 ثانیه و با بازدم هوا رو بیرون بده و عضلات شکم رو از هر انقباض احتمالی رها کن. دقت کن که انقباض کف لگن و شکم در حین هدایت هوا به سمت مغز باعث سرعت گردش خون و هجوم اکسیژن به این ناحیه میشه و به این ترتیب یک سری از عصب‌های مغزی رو به سرعت به هم اتصال میده و کمک میکنه که وارد موج مغزی کوتاه‌تر بشی. به تنفس ادامه بده. بین هر تنفس عمیق 2 تنفس عادی داشته باش و به همین ترتیب یک دم خیلی عمیق و همین تکنیک رو ادامه بده تا 4 دم و بازدم با شماره.
بعد از اتمام دم و بازدم عمیق به تنفس عادی برگرد و اونو مشاهده کن. هر فکری که سراغت میاد فقط تماشا کن. با اون هم‌هویت نشو و اجازه بده عبور کنه. و دوباره تنفست رو مشاهده کن. به تدریج هجوم افکار کمتر میشه، نفس‌ها کوتاه‌تر و با فاصله تر میشن. توجهت رو به آرومی به ناحیه پایین شکم حدوداً 4 انگشت زیر ناف ببر. نور متمرکزی به رنگ نارنجی روشن رو روی این نقطه از بدن تصور کن که با ریتم آروم دم و بازدم کم و زیاد میشه. این نور زیبا رو برای چند ثانیه تماشا کن. تصور کن که این نور اطراف بدنت رو به صورت یک حلقه نارنجی احاطه کرده و مرکزش همون نقطه نارنجی رنگ روی بدنت هست. با هر دم مقداری از این نور نارنجی به سمت این مرکز انرژی جذب میشه و با بازدم غبار خاکستری رنگی از بدنت خارج میشه. ببین که همراه این نور نارنجی رنگ جریان انرژی وارد این چاکرا میشه و با خودش نشاط و سرزندگی میاره. این سرزندگی و جاری بودن رو احساس کن. و حالا با بازدم همه ترس‌ها، غم‌ها و احساسات منفی رو به شکل غبار خاکستری از این چاکرا خارج کن. حالا همراه من این مانترا رو تکرار کن. من احساس خوبی دارم. من احساس خوبی دارم. شور زندگی در من جاری است. شور زندگی در من جاری است. من به آرامی با جریان زندگی همراه هستم. من به آرامی با جریان زندگی همراه هستم. من به احساساتم گوش می دهم. من به احساساتم گوش می دهم. حالا نگاه کن که نقطه نارنجی شفافتر و پرنورتر شده و تو غرق در نور نارنجی زیبایی نشستی. به احساساتت در این لحظه توجه کن و اجازه بده که در تو جاری شده و عبور کنند. همچنان با دم ورود انرژی پرشور نارنجی رنگ رو به چاکرای دوم حس کن و با بازدم تصور کن که تمام دردها، ناخوشیها و غمها از این مرکز خارج میشن و بدنت رو ترک میکنن.
پروانه‌ای رو با بالهایی به رنگ نارنجی روشن تصور کن که در اطراف دور میزنه. نشاط و سرزندگی رو در وجودت حس کن و با من تکرار کن. من لذت میبرم. من لذت میبرم. من خلق میکنم. من خلق میکنم. من به احساساتم گوش میدهم. من به احساساتم گوش میدهم. من این مرکز انرژی را شفا میدهم. من این مرکز انرژی را شفا میدهم. و ببین که دردها، غمها و همه احساسات منفی به شکل غبار خاکستری از این چاکرا خارج میشن. حالا با یک دم عمیق انرژی زمین رو از نوک انگشتان پا به سمت چاکرای دوم و بعد به سمت مغز بالا بکش. عضلات کف لگن و شکم رو منقبض و برای 5 ثانیه در همین حالت حفظ کن. و با بازدم تمام بدن رو در آرومترین حالت خودش رها کن. چشماتو باز کن و برای آرامشی که دریافت کردی سپاسگزاری کن. نماسته.